خیلی دارن نمیتونن ادبیات میدن، من دو سایت کامپیوترم و هر کاری که خواستم کردم، اما لو رفتم. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من متین کوگرم و توی این ویدیو قراره یه مشکلی رو که خیلی از معلم‌های عزیز دارن رو با هم دیگه حل کنیم. من و تو میدونیم که خیلی از معلم‌ها به اون نمره نمیدن و تنها راه ما برای گرفتن نمره اینه که به راه‌های دیگه‌ای دست بیاویزیم. واو چقدر ادبی شد، چون فرم تو ادبیات داره. بعضی از دوستان روی لپتاپ معلماشو ویروس می‌نویسن که کامپیوتر همونجا شات داون بشه. تازه نامم می‌نویسن برای معلم. به لپتاپ بازشه به معلم هر فوشی که بلد دانش آموز میده و بعد لپتاپ خاموش میشه و اون معلم نمیدونه کار کیه و بعد بچه‌ها نمره بده. بچه‌ها نکنین این کار، خیلی نتیجه خوبی نداشت برای من. توی ویدیو قبلیم اینو آموزش دادم، ولی خب ویدیو قبلیم به یه دلایلی پرایوتش کردم. یه دلایلی دیگه کم کم داشتم تهدید می‌شدم که من توی این ویدیو با هوش مصنوعی نشستم همین ویروس رو نوشتم و هر کاری که خواستم کردم، اما لو رفت و ویدیو رو پرایوت کردم چون که فهمیدم که واقعا کار اشتباهی بود. بله ولی من آدم خوبی هستم و توی این ویدیو اومدم ضد ویدیو قبلی خودم رو درست کنم. البته اینجا میتونید شما هم استفاده خوبی بکنید. اگه این مشکل پیش اومد من بهتون میگم چجوری حلش کنید. برای همین هیچ آدم خوبه که لپتاپ معلم خراب شد تو درستش کردی، تو آدم خیلی خوبی هست. یه جورایی میخوام آنتی ویروس بنویسم تو این ویدیو. جالب، کار جالبیه. اونم دوباره با هوش مصنوعی. والا خودم هیچی نیستم، همه کارم با هوش مصنوعی. خیلی طولش نمیدم، یه توضیح خیلی ساده بدم. ما اینجا باید فقط از CMD ویندوز استفاده کنیم، جایی که بهش دستور میدیم. اگه شما اینجا دکمه ویندوز، همون که لوگو ویندوز داره، با آر رو فشار بدید و اینجا بنویسید CMD، یا میتونید این کار نکنید، تو سرچ بنویسید CMD دیگه میاد. اینجا میتونید تقریبا هر کاری رو انجام بدید. میتونید کپی پیست بکنید، میتونید چه میدونم خیلی میتونید خود وسایل کلی. میتونید این حرکت عجیب غریب بزنید که مثلا من خفنم و من خودم. خب ما الان باید بیایم تو این صفحه کدی بنویسیم که تا اجرا میشه بره فایل استارتاپ و هر چی اونجا هست و مثلا کات کنه روی دایرکت سی. چرا؟ چون ویروس روی فایل استارتاپ ذخیره شدن. فایل استارتاپ چیه؟ استارتاپ توی کامپیوتر بدین معنیه که هر وقت کامپیوتر میاد بالا، یعنی ویندوز میاد بالا، هر فایلی، هر برنامه‌ای، هر کدی تو اون استارتاپ باشه کد رو باز میکنه. استارتاپ کجاست الان بهتون میگم. استارتاپ توی دایرکت سی، توی یوزرز، توی اسم یوزر، تو حالا مثلا من متینم، توی اپدیت ها. اگر اپدیت ها رو نمیبینی، این فایل اپدیت های فایل هایده و بعد شما فایل هاید رو بتونید ببینید. اینجا من بیام توی آپشنز، توی ویوز و اینجا میتونم این شو هیدن فایلز رو روشنش کنم. حالا که تا اینجا اومدیم حتما این گزینه خاموشش کنید تا بتونید به صورت CMD ذخیره سازی کنید. این گزینه خاموشش کنید. بعضی ویندوز 11 نیستن و اینجوری نیستن، این روش براشون کار نمیکنه. میتونید بیاید توی سرچ بارتون هر ویندوزی که هستید بنویسید کنترل پنل، بازش میکنید، فایل اکسپلورر آپشنز رو میزنید، ویوز و دوباره همین صفحه میاد که اینو روشنش میکنید و خاموش. داشتم میگفتم توی اپدیت ها، توی رومینگ و بعدش اینجا میایم توی مایکروسافت و از مایکروسافت میایم توی ویندوز و از توی ویندوز میایم توی استارت منیو و پروگرامز و بعدش هم استارتاپ. اینجا هر فایلی باشه تا ویندوز میاد بالا ران میشه. مثلا شما دوست دارید یه بازی باشه هر وقت میخواید ویندوزتون روشن بشه اونم بیاد بالا و خب اون بازی استارتاپ نداره که. آیکونشو میکشید میذارید اینجا شورتکاتشو، بعد از اون دیگه هر بار که ویندوز میاد اون بازی هم ران میشه. جالبه نه؟ حالا این کارو با ویروس هم میتونی بکنی. اگر ویروسی بذاری اینجا هر وقت سیستم میاد بالا ویروس خاموش بکنه کامپیوتر رو. عالی. دقیقاً همین کاریه که بچه‌ها انجام میدن رو کامپیوتر معلمشون. چند بارم دیدم انجام میدن. وای دستم خورد چی بیاد بالا، یا خدا چی کشیدم رو چی. آقا اول اصلا من بگم شما اگه بخواید یک فایل CMD رو کدش رو ران کنی یه نیو تکست میزنید، مثلا اسمش رو میذارم CM، فرمتش رو اینجا بعد نقطه فرمتشه از TXT بذارید روی بت و الان هر کدی توی این من بنویسم اینجوری ادیت با نوتپد میزنید، حالا اوپن وید با نوتپد هم میتونید انجام بدید. اینجا اگه من کدی بزنم که معنی داشته باشه توی CMD انجام میده. مثلا کدی که میزنم مینویسم color2 بعدش مینویسم directory/s و بعدش هم پاوز. الان مثلا اگه من این رانش کنم اینجوری کار میکنه و مثلا کدایی که بهش گفتم میخونه. حالا من بعد برم پیش چت جی پی تی بهش بگم که آقا من میخوام هر فایلی روی دایرکتوری استارتاپ هست کات بشه روی دایرکتوری دیگه. شما خیلی زمان نداریم که پاشید شما برید همینجوری استارتاپ ویندوز فلان. شما بعد تا این کد ران میکنید، یعنی این فایل CMD رو بذارید روی فلشتون وصلید به لپتاپ، تا کد ران میکنید همونجا زارت پاک بشه فایل استارتاپ یا ریخته بشه جای دیگه. بهتر ریخته بشه چون بدونیم که توش چی بوده. خیلی خب بریم کار انجام بدیم. منتظر چیم پس؟ یه کد CMD برام بنویس که همه فایل استارتاپ رو کپی کنه توی درایو سی. ببینیم میفهمه بعد چیکار کنه چت جی پی تی. خیلی خوب کدو کپی کنیم ببینیم کار میکنه یا نه. اینجا فایل استارتاپ هستش، اینجا هم درایو سیمون هستش. خیلی خوب من کد رو ران میکنم ببینم کار میکنه یا نه. اینجا برنامه ها رو هم کات کرده. الان حالا یه سوال، الان من اینجا فایل استارتاپ هم کپی شد یا کات شد، چی شد؟ عالی بود. اومده فایل استارتاپ منو خالی کرده و هر چی توش بوده کات کرده توی استارتاپ بکاپ توی درایو سی. به همین سادگی.
یعنی الان به محض اینکه من کد ران کنم این میاد فایل استارتاپ با هر چی توش هست کات میکنه یه جا به اسم استارتاپ بکاپ که بدونیم تو چی بوده و چی بودش این کارو میکرده. خیلی جالبه، خیلی فریما شده چت جی پی تی. آفرین روش کردی چت ماشاءالله. این کد فقط نیاز به سری اصلاحات کوچیک داره که فارسی ها رو به انگلیسی تبدیل کنیم چون که داره میتره که کلا مثلا اینجا به جای اینکه نیست انتقال فایل انجام شد مثلا بنویسیم که چه میدونم well done. خب من الان مثلا اگه ویروسی داشته باشم روی این درایو باشه بذار ویروس هم تست کنیم با اینکه میدونم که کار میکنه. ولی خب همونجوری که من خیلی دست به نقدم من کلی ویروس رو کامپیوترم دارم. یکی از ویروسایی که خیلی قبلا نوشتم به اسم دلام رو کپی میکنم میذارم روی استارتاپم. الان مثلا این ویروس داد وی بی اس من میام این از روی سی ام رانش میکنم ببینم کار میکنه یا نه، آیا اینا میریزه روی استارتاپ بکاپ یا نه. خیلی خب میگه دو تا فایل موو شد، احتمالاً هم دو تا فایلی که من میخوام استارتاپ بکاپس و بله دو تا فایل رو موو کرد. الان این فایل سی ام دی شون روی داره و سی منه و روی دسکتاپ همه. خب من وقتی رانش میکنم اوکیه میاد کار انجام میده، اما اگه از روی فلش باشه فکر نمیکنم. بذارید تست کنم. یه ذره نمیتونن ادبیات میدن. من دو تا سه تا کامپیوترم. لپتاپ شماره 10 که مشکل داره، یکی از لپتاپ مدرسه است که یکی از دوستان که اصلا نمیدونم کیه روش ویروس نوشته و الان روز پاشدم درستش کنم. روشنش که میکنیم ببینیم با هم. بله می‌بینید که فایل استارتاپ ران شد، پشت بندش هم اومد. میگه که الان ساین اپ میکنه کامپیوتر، نمیدونم چند ثانیه است الان کلا ساین اپ بکنه، الان شات داون بکنه. بله شات داون کرد. حالا ما تو این مدت ممکن نتونیم فایل استارتاپ رو پیدا کنیم و مجبور بشیم مشکل یه جوری دیگه حلش کنیم. چجوری باید مشکل حل کنیم؟ با همین فلش که من روش کد نوشتم. الان یه بار دیگه لپتاپ بزنم بیاد بالا، با هم دیگه بریم فلش ران کنیم ببینیم چی میشه. دوربین بودم دست چپم راست دستم الان میمیرم یه دفعه. خیلی خب بعد همین الان سری فلشمون رو بریم بالا. وای فایل منیجر نداره. بیا خب الان کد ران شد. شات داون اسلش ای هم قبلش اضافه کردم که شات داون رو روی سیستم پاس کنه و شات داون نذاره. شات داون واز این پروگرس داشت انجام میشد و بعدش هم میاد استارتاپ رو کاملا پاک میکنه. میبینیم که دو تا فایل بد داشتیم، یکی یاک دات بد داشتیم یکی یام دات اینک و دو تا فایل الان موو کرده. هیچ ادیتی هم تو کار نیست، واقعا همین اتفاق افتاد. الان توی دراویستی اگر ما وارد بشیم اینجا پوشه داریم به اسم استارتاپ بکاپ. احتمالاً بله اینها استارتاپ بکاپ پوشه که اینجا هستش، اینا ویروسامون هستن. من قبل از این اتفاق یعنی من قبل وقتی که ویروس رو حالا نوشته شده بود به صورت کاملا اتفاقی اینجا فایل استارتاپ وجود داشت، یعنی اینو میشد خیلی راحت حلش کرد، نیاز بود این همه بیشتر کد بزنم. ولی خب حالا فعلا با کد و اینا حل شد دیگه. اینا هم ویروس ها هستن. سورسش هم باز کنیم ببینیم چجوری سورسش. این کد میاد کد دیگه رو ران میکنه. آها این شورت کات است که میاد و یکی ران میکنه. نفهمیدم چی شد داستان. سورس کدش مقدار همچین عجیب بود. خوبه راضیم. اینم از لپتاپ مشکل حل شد. شات داونش میکنیم و خدا نگهدار شما. تازه من حتی برای این اتفاق یه فلش بوتیبل آورده بودم که اگه مشکل پیش من لینوکس بریزم و اوکی کنم، ولی خیلی راحت حل شد مشکل. راضیم. می‌نویسی معلمون این ویدیو رو می‌بینه استاد کاملی که برای ویدیو قبلی زده بودم و میذارم روی این ویدیو با سری تغییرات ریز، چون واقعا دلم نمیاد من برای اون ویدیو تامنیل زحمت کشید بعد مجبور شدم به دلایل پاکش. مهم نیست تو این ویدیو ازش استفاده می‌کنید. سابسکرایب و لایکتون نره، کامنتتون نره بچه‌ها. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. میشه من مثل بقیه یوتیوبر که وبکم دارن اینجوری با دست بیام تو دوربین بگم بای بای، بذار تستش کنم.